درود خدمت شما دوستان عزیز، اومدیم با پارت دوم بازی ایج آف هیستوری 3. خب در این پارت من میخوایم ادامه کشورگشاییمون رو بریم و کشور بعدی این کشوره که نمیدونیم چیه و اینکه یه خبر خوب ما نگاه میخوایم بکنیم به غرب چی او دوال کارست این کشور این کشور رو میخوایم شکست بدیم. حتمیه یکی از سخت‌ترین کشور است که باید شکست بدیم. بعد بریم این سکوت رو شکست بدیم، بعد میایم این پایینی ها رو شکست بدیم، بعد میایم این روما رو یه کاریش میکنیم. خب حالا ما چیکار رو بکنیم؟ درست فکر کردیم بعد آپدیت کنید. ماشاءالله ببینید چقدر شما خوب فکر میکنید. بله خب آپدیت کنیم. آپدیت هم خودتون میدونید درصد زیاد داره، زیاد باید پاش باشید و حوصله سر بره. ولی من یه حرکتی میخوام بزنم، میخوام فست مود بریم جلو که کار نداشته باشیم چی به چیه تا یه حدی البته. خب و میخوام تقریبا فست مود بریم جلو، یعنی اینجا که مثلا میشه 50% بعد صبر کنید که مثلا این درصدش بیا پایین. خب میبینم این مرکز کشورش کجاست بخون شنبه کنیم. خب هر موقع مثلا می‌خواستی به یک کشوری حمله کنی نمیشه چیزی بهش حمله کنی، خب اینو میزنی میای اینجا. آها اومد. بله این مال ویزگوتاست. بابا ما میخوایم با ویزگوتا بجنگیم. خب بس یکم سخت شد. اینا قدرت اول منطقه هستن و ما باید نیرو بسازیم. خب نیرو که بسازیم بریم اجیر کنیم نیرو بفریم. خب 2000 تا به نظر من باید یکم به ساختار اصلی خودمون بپردازیم، بسازیمش. البته بذاره بریم داخل نشد اکونومی. نه هر چقدر پولمون بیشتر باشه بهتره. خب بچه اینجا دیگه خاورمیانه‌ای وجود نداره، خاورمیانه شده فقط ساسانیان و روم. خب اتحاد من روم تموم شد. ای خدا دیر متوجه شدم که باید رابطمون رو خیلی بهتر میکردیم. برادر الان با یکی دیگه عهد پیمان میبندن. با کی میبنده؟ حتی اگه کشوری مونده باشه که باشه بخواد عهد پیمانی ببنده باید با من میبنده، حتی اگه خیانتی به ما نکنه. بله با هم دیگه رفیقیم، کنار همین رو حال کن. خب بیزگوت ها در خود این کار جنگن. اگر بیزگوت ها دارن جنگ میکنن بله دارن میجنگن و ما هم میکنیم جنگ کنیم، یه حرکت کاملا شخماتیک بزنیم. پایه بله که پایه هستی، برای که چون که جنگه ما هم باش جنگ میکنیم. مثلا نکن ناشیان جنگیدن رو دوست دارم. الان مثل این رفت اونجا، خب بیا نیبه. خب چه آدم های هستن. حالا این اومد اینجا اینو تصرف کنه و ما اومدیم اینجا داریم میجنگیم. خب بیزانس داره برمیگرده. بله تصرفش کرد. یعنی نگاه کنید به همین راحتی. ببین نگاه کن اصلا نیاز نبود کاری انجام داد، به همین راحتی بیزگوز هر چی هست شکست میخوره و ما برنده این ماجرا هستیم. این قسمت ها رو میگیریم. این باز جا داره. بگیریم
یه دونه پایینی هم بگیرم، این دوتا بسوزه. بفرما. ببینید همین راحتی به همین خوشمزگی ما تونستیم ویزگوت رو شکست بدیم. بله اصلا آدم لذت میبره میبینه اصلا ارتش گادیه. خب اینجا ما نیروهامون رو میخواییم بیاریم. کجا هم نیروهامون؟ خب یه 24,000 تا اینجا داریم، اینش نیروه. این از این نیروهای دیگه اون کجا هم؟ یکی 16 تاست که اینجاست، 19 تاست اینجاست. از اینجا میاریمش اینجا. یعنی ما میخوایم دیگه حمله هامون رو از این ور شروع کنیم. خب حالا بریم برای آپدیت تغییر دین. تغییر دین رو بزنیم. کنید اینجا دوباره ما میایم اعلام اتک میدیم بهش، حمله میکنیم. اینه کی باشه؟ به نظر من یه جنگ دیگه کنیم باش دهن مصافه، اما میکشیم عقب، دوست نداریم جنگ کنیم. هفتاد دوزار یا خدا روم چقدر بدیه. این داره اطلاعاتمون تو یا خدا روم میخواد با اون دشمن شه اصلا ابدا. اسکول من هواتو دارم، کجا میخوای بری؟ داشتیم همچین چیزیه که تمام میکنیم که 85 خوبه. دیوانه ای میخوای با من بعد چی؟ به چی بشنسان خواهد به چی برسی؟ به کی؟ خب ما 2000 خوزی پول داریم. خب بریم باید باش چی کار بکنیم. من میگم بیا اینو شکست بدیم و جمع کنیم، اینو شکستش بدیم، خیالمون از 7 دولت آزاد شد. نه کار اشتباهی کردم. بریم کمک روم. خب باز دوباره بریم کمک روم. این هر چقدر کمک متحدت نکنی به ضرر خود در نظر من. خب الان نگاه کنید این کشور قویه و دوست داشتم نصیب روم بشه، میخواستم نصیب ما بشه.
جنگ خیلی طولانی شد. خب جنگ تموم شد. نظر من یکم سرعت بازی رو زیادتر کنیم و بریم برای کشورگشایی. ولی خب اول باید سرعت بازی رو بریم جلو، پس باید صبر کنیم تا این کار رو انجام بدیم. سرعت بازی رو بیش از اندازه میکنیم و بریم جلو. بذاریم جنگ رو شروع کنیم بهتره. خب جنگ رو شروع میکنیم. روم کجاست؟ روم کجاست؟ تو با ما رفیق نیستی؟ من رفیق نیمه رو چی؟ با بیزانس بستی؟ با بیسکوت بستی؟ خیانت کار کثیف. خب 4 ساعت چقدر دیگه؟ کی تو رفتی با این؟ اصلا آدم میمونه نگو پر از خیانت شده اینجا. دنیای کثیفیه. ما دیگه نمیدونیم به کی اعتماد کنیم. خب اینو از بین ببریم. خلیفه بیزانس خیانتکار کثیف رفت با چی؟ کی تمام میکنم؟ 747. خب ما کلا نیاز به متحد داریم، یعنی چه بخوایم چه نخوایم، یعنی ما متحد نیاز داریم. برای همین ما نمیتونیم بیگدار با بزنیم و وارد جنگ با روم بشیم. پس باید یکم صبر داشته باشیم تا این ویزگوتا رو از بین ویزگوتا داره از بین میرن و خودشون معامله نکرده دارن از بین میرن. خب مثل این که بیزانس شرکتی نزده و شیطونه میگه برو بیزانس رو بگیر. شیطونه بد جور رفت تو مخ میگی بیزانس رو بگیر. بریم برای جنگ. بریم که بجنگیم. جنگ شروع شد.
یه سی میگه میتونه بیزانس رو بریم. خب همینجوری داریم میریم جلو. با بیسکوتو. خب من گفتم بیزانس نه با من در بیافتیم. یا خدا ایول بردیم. خوبه فعلا خوبه. فعلا جنگه. فعلا همینجوری قراره به جنگه. این اگه میخواین اینجوری کشور گشایی کنید فقط نیازی که دیوار بسازید. دیوار ساختن خیلی خوبه. وقتی دیوار بسازیم، خب وقتی دیوار ساختی خیلی سخت میشه بهت نفوذ کرد. خب ما اینجا بیزانس رو ترکوندیم. به معنای واقعی بیزانس نابود کردیم. اصلا همین راحتی گرفتیم. یه ما نیازی نداریم به مطلق. بریم بیزانس هم بگیریم. بابا بیزانس بگیریم دیگه. الان با خوب شدی؟ الان اون موقع که بهت نیاز داشتم یه جنگ دیگه. بله ببینید عاقبت خیانت همین است. یاد بگیرید هیچ وقت خیانت نکنید. وقتی خیانت کنید این میشه دیگه مثل چوخلار حکایت دی رومی بابا. دنیا یالان دنیا دی خشنگ باب همین رومه. اینگاه برای روم ساخته شده این چوخلار حکایت دی. خب الان نه سر کن. خب بگیریم اینجا هم بگیریم. خب کامل این قسمت گرفتیم. این قسمت هم بگیریم. یا زوم کنیم. خب این بیشتر از این نمیشه گرفت. تمام. ببین به همین خوشمزگی که میبینید رو به فاک دادیم قشنگ. خب بریم بارون بجنگیم. چی نشد؟ ایوانو خب بیا جنگ شروع شد.
به همین راحتی رو شکست دادیم دوباره. خوب به قلمرون اضافش کردی. دی جنگ بعدی یه رون دیگه نابوده. اوه یه جنگ رخ داد. کجا؟ اینجا. این کشوره. ما نمیخواستیم این کشور رو بگیره و پادشو با بابا جنگید. خب چه حرکتی میزنی تو برادر من رومو شکستم تو بخواه ما بجنگی. آقای محترم کشور عربی چیه؟ خب ما بکشون خودتون حمله کردی دست رد به سینت نمیزنیم. این بچه ها بی راحت بیا. نه من قرار بود این رو داخل پارت بعد بگیرم. چه نمیخواد قرار بود در پارت بعد بگیرمش که خودش زحمت کشید حمله کرد دستشم در نکنه. خب بیا. به همین راحتی یه کشور رو بد کردیم. خب ببینیم گسترش تهاجم. بابا چی گسترش تهاجم من شد سر؟ خب خودش حمله کرد چه آدمیه. خب بیا. آقا انگار نمیتونیم فعلا این رو بگیریم. گسترش تهاجمون رو باز برد بالا. خودش حمله کرد. داره بیا ثابت کن. نه البته همه هم به ما حمله کنن نمیتونن هیچ غلطی بکنن. آمریکاش نمیتونه کاری کنه. هیچ چی نیستیم که. فعلا که ما ابرقدرت هستیم و هیچ کس نمیتونه تخمونو بخوره. روان بگیریم. خب به همین راحتی و خوشمزگی
روم شکست. خب خیلی راحت، اصلا نیازی نبود به کاری. و چرا اون پیمان عدم تجاوز من گفتم اگه ائتلافی بستن در خلاف من، این کشور وسط کاری به کارمون نداشته باشه، شانس بیاریم کل رومو بتونیم بگیریم. این شانس ها باشه که بله یه قصتش موند. نترسید، من همه‌شو میگیرم، یادتون راحت. منتظرم تا یه باز صلحنامه تموم بشه، همه‌شو میگیریم. خیانتکار میشه روم یه جنگ. و دیگه باید تموم شه و بعد روم شکست میخوره و میخوایم از صحنه روزگار محوش کنیم. بعد ببینیم چک میکنیم ببینیم واقعا کشور روم تموم شد یا نشد. خب این از ایشی خب کجا بود میرفتیم واسه کشورها رو میدیدیم؟ کشورها کجا بود؟ اینجا این روم هست، روم انگار هست. کجا؟ ای خدایا نگاه کن ببین، فقط این قسمتش مونده. چه حرکتی رو ما میزنی؟ چقدر دیگه میخواد نزدیکه. آقا این حتی این حدش اومدیم، بقیه‌اش هم میمونیم. این چی میشه؟ خب بذار بریم ارتش بخریم. نظرتون چیه؟ خب بیزانس هم اینجاست، اینم بگیریم بره. یاره بود بای. آقا تمام شده رفت. بیزانس از صحنه روزگار محو شد. تمام شده رفت. خب ببین بیزانسی وجود داره؟ نداره. یعنی چی؟ یعنی تمام شد. بیزانس کارش تمام شد و مرسی که تا اینجای پارت با ما همراه بودید. یه پارت خیلی پرباری بود. پارت آخر که میشه کلن تصرف کل غرب. امیدوارم از این پارت لذت کافی رو برده باشید و یک پارت پرپیمون براتون گرفتم و تا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا دیدار دیگر، بدرود.